سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور یک متن دو ستون سه و الی در بیارید. به این حالت من متنم رو انتخاب میکنم، میرم قسمت پیج سیت آپ کالم رو انتخاب میکنم، مار کالم رو میزنم، یه پنجره واسم ظاهر میشه که شمول 1 یعنی یک ستونه، 2 یعنی دو ستونه، 3 سه ستونه و دو ستونه است که ستون سمت چپش باریک تر است، ستون سمت راستش هستش. تو این قسمت که نوشته رایت، ستون سمت راستش باریک تر از ستون سمت چپش می باشه. قسمت پایینم رایت تو لیفت هستش، واسه متنایی است که به فارسی نوشته شده، ولی تو این متنمون که به صورت انگلیسی نوشته شده باید غیر فعال باشه. پایینش هم لاین بیتوین هستش، با فعال کردن این گزینه میتونیم وسط دو عمودمون یه لاین یا خط ایجاد کنیم. من دو ستونه رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. به این صورت میبینیم که یه متن دو ستونه اینجا شده و یک خط باریک وسطشون قرار گرفته. ولی چطور میتونیم زیر این متن دو ستونه یعنی یک جدول ایجاد کنیم؟ برای این کار من میام از قسمت بریک یک سکشن ایجاد میکنم، میرم قسمت بریک با زدن کانتینیو یک سکشن واسش ایجاد میکنم. به این صورت با زدن کانتینیو یک سکشن پایین واسم ایجاد میشه. تو این حالت تو این خطکشمون یک فضای خالی میبینیم وسط خطکش قرار گرفته که این متنمون به صورت دو ستون در برده. برای اینکه بیایم دوباره به صورت یک ستون درش بیاریم میریم تو قسمت کالام، مور کالام و 1 یعنی یک ستونه را میزنیم و اوکی میزنیم. به این صورت این فضای خالی که ما بین خطکشمون بود حذف شد و با زدن کانتینیو یک سشن هم ایجاد کردیم. حالا میریم جدول مورد نظرمون رو رسم میکنیم. ببینید اینجا جدولمون رسم شد بدون اینکه به هم خوردگی ایجاد بشه. ولی چطور ما بریم این متن را به صورت سه ستونه در بیاریم؟ دوباره میریم متنمون رو انتخاب میکنیم، میریم تو قسمت لی‌آوت، میریم تو قسمت کالام، مور کالام رو میزنیم و این دفعه سه عمود رو انتخاب میکنیم. که سه عمود انتخاب کردیم قسمت پایینش هم ویت یا یک ویت نوشته شده و یک اسپیسینگ. واسه این که ما بیایم قسمت ویت رو دستکاری کنیم، قسمت پایینش یک ایکوال کالام ویت نوشته شده. این قسمت پایین ما میریم اینو از حالت فعال درش میاریم و با بالا بردن این فلش میتونیم عرض این سه عمود رو کم و زیاد کنیم. میبینیم که تو این تصویر پریویو نوشته شده، اینجا بالاش پریویو. میتونیم این ستونه رو کم و زیاد کنیم، یعنی حتی تو این اسپیسینگ میتونیم فضای خالی ما بین این ستون ها کم و زیاد کنیم. میبینیم که به این صورت و بالا و پایین بردن این فلش ها میتونیم این متن یا سه ستونمون رو زیاد کم کنیم و آخر میان دکمه اوکی ها میزنیم. میبینیم که اینجا متنمون به صورت سه ستونه تبدیل شد. پس به این حالت ما میتونیم متنمون رو به صورت دو ستونه و یک خطش وسط قرار بدیم و همچنین با ایجاد کردن سکشن زیر دو عمود میتونیم یک جدول زیر هر دو ستون ایجاد کنیم. امیدوارم این ویدیو را پسندیده باشید. سابسکرایب کنید و هر سوالی داشتید
تو کامنت بنویسید. ما پاسخگوی نظرات شما هستیم. به امید دیدار تا ویدیو بعدی.